از امو خاطر است انسان وقتی رای گمراهیش زیاد شوه و برای ازی اسباب گمراهی پیش آمده رایسته سخت بترسه که الله متعال ایره در آخره موقع نمیده از توبه. برای کدام انسانی که سختی و تکلیف بیا پایش در سنگ بخوره یک کمی بیدار میشه، میفهمه که والا کجاست. انسانی که همیشه صحتمند است هیچ به الله تسلیم نیست، هیچ یادش نمیاد که مرگ چی است. زمانی که یک دفعه مریض شوه حالت دیگرگون سرش بیا تا ایره بگیره که هیچ کس از این دفاع کرده نمیتونه، یک دفعه به هوش میاد که وای 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 یک روز اینوی قسم رفته نیستم، هیچ چیزم باقی نمیمانه، زود متوجه میشه. از همون خاطر بسا اوقات برای انسان تکلیفا و مصیبتا بهترین و خوبترین چیز بر انسان ثابت میشه. چرا؟ تو از خواب غفلت و از چیز بیدار میسازه. تو در نعوذ بالله بی فکر بودی، غافل بودی، آلی اینمی تکلیف و مصیبت تو را بیدار میکنه، میفهمانه که مردکه به هوش بیا، یک روز اینمی تور میرسه. از این مریضی شاید جور شوی لیکن این طور مریضی تو را فرا بگیره که باز جور شده نتانی و هیچ چیز در دست نداشته باشی، نه عمل خوبه و نه عقیده صحیحه. از او خاطر اینمی قسم مصیبت ها و تکالیف این چیز بیدار کننده است، هوشیار کننده است. انسان باید از این درس بگیره که چرا همین حالات شد. افغانستان اینمی قسم آرامی بود، الحمدلله میوه های فراوان، زندگی آرام مکمل هر چیز بود، لیکن غفلت از دین شده بود، بالکل مسجدا چی ویران شده بود. در دهاتا فقط در رمضان یک کدام مولا را پیدا میکرد که فقط علم تر کیف را تا قل اعوذ برب الناس میفهمید، دیگه امامت آذان نبوده مساجد، قطعا گپا از بین رفته بود و آنقدر مردم نعوذ بالله دنیا پرست و خواهش پرست شده بود، عیاش شده بود که پرسان نکو. الله یک تنبیه و یک جلک بر ما داد تا پاکستان ما و شما را سرگردان کرد، تا مملکت های دیگر ما را بیدار کرد که کدام خواب هستی شما، دین کدام خدا مسلمان میگیری اما اسلام هیچ درک نداره، خدا میگی ما مسلمان هستیم هیچ نمیفهمی که مسلمان چیست، خدا پیروی کتاب الله میگیری کتاب الله را نمیشناسی. این تنبیهات است، این بیدار کردن است، این هوشیار کردن است. الله متعال ما را بیدار کرد، واقعا بیدار کرده. به یک هجرت ما و شما چقدر ما بیدار شدیم، همه مسائل تقریبا فهمیدیم. این جدا موضوع است که یک تعداد مردم ما خود باخته، غلام حلقه به گوش ابرقدرت های جهان خود ساخته، صرف به خاطر رسیدن امو مقصدی چی خدا پاچایی و گپای خود، که گاهی یکیش از شرق غلامی میکنه دیگهش از غرب، یکیش از یک مملکت دیگهش از دیگه مملکت. وگرنه الله متعال ما را بیدار کرد، این حالت ها ما را هوشیار کرد که ما در کدام طرف روان هستیم. و کم اهلکنا چقدر ما هلاک کردیم قبل هم پیش از یعنی الله متعال میفرماید که این عذاب های متنوع بالای قوم های سابقه آمده، در حالی که مردم امی قسم مثل این مردم واری اسباب دنیا و راحتش خیلی فراوان بود، اسباب دنیا دفاع کرد از عذاب الله، یا او خودش دلیل شد که یا مقبول پیش الله است، نه عذاب الله آمد. هم احسنو که وا خیلی زیبا بودن یا خیلی درست بودن اساسا از روی اسباب و وسایل زندگی و یا از حیثیت نمایش، منظره و نمایش های ازواره که میدیدی عجیب منظره داشتن، لیکن حالاتشان خراب شد، در بدر شد. قل بگوی پیامبر علیه السلام من کان فی الضلالت، کسی که باشه در گمراهی، فلیمدد، دو معنا داره، یا است که امر به خبر است، اگرچه امر است معنای خبر میده، فلیمدد مهلت میده، لهو برای نمی آدمی گمراه الرحمن و پروردگاری که ای آدم در ناز و نعمت پرورانده تربیتش کرده. الله رحمان ذات است، به کافران میده به مسلمانم. مدا یعنی مهلت داده را است که همی قسم روان باشه دمی گمراهی تا که عذاب الله را بشته، حتی اذا او وقتی که ببینه اذا او ما او عذابی را یوعدونه که وعده کرده شدم را از یا اما العذاب یا عذاب الله فراگیر میشه برای مردم دمی دنیا، و اما الساعه یا است که مرگ سرشان بیاید. ساعت قیامت میگه، یعنی قیامت سرش بیاید، قیامت هر انسان مرگش است، مرگ هر انسان قیامتش است. دوم معنا قل من کان فی الضلالت، بگوی پیامبر علیه السلام کسی که در گمراهی باشه، فلیمدد، فلیمدد باید مهلت برش داده شود، مباهله است.
الله یاره مهلت بده. له الرحمن و مدا به مهلت دادن که باندمی گمراهی خود غرق شده بره که حجت سرش قایم شوه و خود در عذاب الله مبتلا شوه. یا همینطور دمو حالت بیا که عذاب الله سرش برسه یا مرگ سرش برسه. فسیعلمون من هو شر، بعد از میدانه که کی خیلی بد است مکان از روی جایگاه و اضعف جندا، کیست خیلی ضعیف از روی لشکر. آیا مال اولاد بادیگاردا کشوفشا ای برش به درد میخوره یا نه؟ تنظیم والا کسایی که در گرد شالی بیرقا را بسته میکنه، در سرای خود فدایی جور میکنه. او جناب گلونی تپاره میکنی که ما به خاطر فلانی الا خدا فدا میکنیم. نکو جناب، به خاطر دین الله خدا فدا کن. به خاطر دنیای مردم چی؟ که فلانی پاچا شو. دینی تا تبا نکو. او جوان تو میفهمی نمیفهمی؟ تو بگو الله خیر پیش کنه در این وطن. بیا که ما دعا بکنیم که در این وطن الله مسلمانی واقعی را حاکم بگردانه که دین اسلام خدمت کنه. هر کسا چی میکنیم؟ و یزید الله الذین اهتدوا، زیاد میسازه الله برای کسانی که اهتدوا راه یافتن، راهیاب شدن، هدن هدایتش زیاد میکنه. بله از این معلوم میشه مرحله ابتدایی را خود انسان باید اختیار بکنه راه هدایت، چرا که الله اسباب برد داده، استعداد برد داده، راه را معرفی کرده، نشانای راه را برد بیان کرده، کلی گپ آماده است. تو حرکت شروع بکن، تصمیم بگی، بعد از اسباب الله مهیا میکنه. معلوم شد الله متعال اسباب برای هدایت و گمراهی اردو برابر میکنه. گپ دسری تو سرکلاوی تا را تو بگی دیگه خود به خود چی بگوی آمده رایسته. الله متعال برات زیاد کرده میره. خیر این کاری الله متعال است. زمانی که تو کدام طرف حرکت میکنی امو حرکت برکت کرده رایسته دیگه. اگر راه گمراهی را میگیری گمراهی زیاد شده میره، اگر راه هدایت هدایت. در ترجمه قرآن آمدی عالمی بینی که تهجد خوانده رایستی تا دین روز نمیفهمیدی، آلی آمدی صدقه میکنی به خاطر که فضیلت صدقه برات معلوم شد، آلی با همسایه خود خوبی میکنی به خاطر که خواندی، آلی سرپرستی یتیم میکنی به خاطر که از قرآن یاد گرفتی. تو پایت از هدایت بگذار، بعد از او هدایت ها برات معلوم میشه. الحمدلله خواهرای ما بیدار شدن، میگم شوهر ما اینطور است، من چی معامله کنم؟ تالی را خود نمیفهمیدم، آلی میفهمم که من چی معامله بکنم. مردم یا زنی ما به این مفکور است یا این قسم عمل انجام میده، من چی بکنم؟ هرگاه قدم هدایت گذاشته الله هدایت زیاد میکنه. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، آن چیزی که باقی است و صالحاتی که پسندیده است درست است به نزد شریعت، خیر بهتر است عند ربک به نزد پروردگار تو، ثوابا از روی ثواب پاداش و خیر مردا خیلی بهتر است از روی مرجع و انجام، عاقبت و انجام از خیلی بهتر است. باقیات صالحات چیز پیش ما و شما تیر کرده بودیم. عقیده و عمل صالح راجح قولی است، دخترام دی آمده بود و هر عمل صالح و پسندیده به نزد الله متعال. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، افرأیت الذی ای آیا دیدی؟ یعنی علم برات حاصل شد. الذی از شخصی که کفر بآیاتنا انکار کرده بود از دلایل توحید ما، از احکام ما، و قال گفته بود لأوتین مالا و ولدا، برای ما داده لأوتین خامخا داده میشه برای ما در آخرت مالا مال و ولدا اولاد برم داده میشه. خباب ابن عرط رضی الله عنه صحابی است، آینگر بود، آینگر. امرای عاص ابن وائل که مشرکی بزرگ بود قطعی کار میکرد و نقل میکنه در حدیث. خباب ابن عرط رضی الله عنه میگه که یک بلک وقت قطعی کار کردم، رفتم پیشش امو مزد خود مطالبه کردم که بدی پیسه مرا، و مرا گفت که چی هست؟ من خوب نمیدم بری تو پیسه، برام گفت که به شرط پیسه میدم که به محمد صلی الله علیه و سلم انکار کنی، نعوذ بالله. گفت قسم بالله که تو بموری و زنده شوی من قطعا از او روگردان نمیشم. گفت خب تو عقیده داری که ما میموریم هم باز پس زنده هم میشیم؟ برو خیر، هر وقت که من مردم پس زنده شدم امو وقت چیسته میدم برات. باز چی میگفت؟ که دمو وقت هم این مال و دارایی و قوت و عشمت و زور قط ماست، این جمع است اون جمع همینطور است. افسوسی است این کلمات از مسلمان ها میبره، همینطور میگه. چی میگه؟ او دنیا مطابق این دنیاست، یعنی در این دنیا که مال و منال و عیش پرستی داری در اون دنیا هم همینطور برات حاصل میشه. این تصور غلط و منطق کفار بود. گاهی هم برای مسلمان
قطعا نمیزیبه. کسی که عقیده به آخرت داره الله متعال سعادت و نیکبختی آخرت وسایل و اسبابش در دنیا برای ما معرفی کرده. وسایل اسباب سعادت آخرت مبتنی یا موقوف بالای چیست؟ عقیده درست قرآنی و عمل صالح که مطابق نقشه کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. دیگه هیچ راه برش نیست. از او خاطر انسان مغرور نباشه، مسخره نکنه احکام دینه، اینطور فکر نکنه که برو ما بازم تو هستم. نعوذ بالله نعوذ بالله. این کلمه کفر است. پیش همون ظالما که وقتی میره کارگر مزدورکار که پولی مرا بده، باز میگه برو، باز میگه که باز در روز قیامت این جاگه تا میگیرم. بره روز قیامتی تا خب گفته بودم ترم. نعوذ بالله. اینی کلمه کفر است. با می کلمه کافر میشه، زنش طلاق است، کل اعمالش برباد میشه تا وقتی که پس رجوع نکرده. مردم نواقض اسلام میخوانی در مورد حکم الله متعال بی اعتنایی کردن سبب نقض ایمان انسان است. اما بسیار مردم اعمال خود تباه کرده، در حالت کفر میگرده، نمیفهمه که ما چقدر تمسخر کردیم. شما باور به الله بکنید، دیروز یک خواهر زنگ زده، البته از ولایت‌های دیگه بود، نعوذ بالله نو توی کرده، با زور امرایش در نهار رمضان جماع میکنه و بعد از او میگه پس از اینکه معلوم شده ترجمه را شنیده و خواهر که ما خو مرتکب جنایت شدیم، کفاره سر ما لازم شده، و شوهر میگه که من نمیمانم که تو روزه بگیری، قطعا تو را نمیمانم. تا این اندازه بیدینی زیاد شده، تا این اندازه. عالی همین زن تسلیم میکنه خدا بری از او که من تو را نمیمانم که تو ما تو نو توی کرده، روزه را کی کشیده. نعوذ بالله. ببینید این مشکلات است در وطن. کافر تنها کافری امریکایی و چینایی را نمیگه، این کفاری که در داخل مسلمان در لباس مسلمان است، این کافر خیلی بد است. یا توهین میکنه، تحقیر میکنه احکام الله متعال. میگه من نمیکنم، میگه که من تو را نمیمانم در روزه گرفتن. عجیب است. یک کسی که مانع روزه گرفتنی کسی میشه، نماز خواندنی کسی میشه، او مسلمان باقی نمیمانه. عجیب نیست؟ مسلمان خدا میگیره. من برش گفتم که خواهر نکایت قطعش نمیشه تو باقی بمانی، حالا برادری تا خبر کو سرش که مردکه اینی طور است، کشکو نشه. حالی مردم تسلیم است، هیچ نمیگه، هر چیزی که الله رحم بکنه. آخر امو غلامایی که در ایمان آورده بود، مثل بلال واری، سلمان واری، صهیب واری، امی خباب ابن عرط واری رضی الله عنهم، و مشکلات ها را نمیدیدن، لطا نمیخوردن، میخوردن خود سری دین میخوردن. بان که سری دین ما و شما لط بخوریم، اما در بیدینی تسلیم نمیشویم، با ظلم تسلیم نشویم، با معصیت و گناه تسلیم نشویم. هرچی که شوهر میکنه یا هرچی که فلان میکنه، رئیس میکنه، قماندان میکنه، ما نمیتونم. در وقتی که تو را یک انسان میگه که فلانی را بکش، تا وقتی که خودت بموری دیگه کسی کشته نمیتونی. تو خودت بموری خوب است، لیکن کسی دیگر نکش. تو را بکشه تو شهید هستی، اما کسی دیگر کشتی تو قاتل هستی، سبا قصاص میشی. قماندان برات امر کرده، هر کس که برات امر کرده. امروز در مو حالت مردم زندگی میکنه. الله هدایت نصیب کلگی بکنه. سخت حالت است. علتش است که دین نمیفهمه. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. دورا برای این مفسد موجود است. آیا این خبر داره که در قیامت برای از همین قسم مال، دولت، اسباب، وسایل همین رقم کشوفش داده میشه؟ این غیب خبرای ازی هیچ واسطه نداره که بفهمه که برای ما چی داده میشه، بلکه برعکس است. کسی که در دنیا سرکشی کرده، الله متعال او را ذلیل کرده رو است قیامت. یک یا است که به نزد پروردگار تعهد گرفته کدام پیمانه؟ بله، پیمان چی را میگه؟ کسی که اقرار بلا اله الا الله میکنه، تصدیق و باور میکنه، پیمان گرفته از الله متعال که داخل جنت میکنه. اگر کسی کلمه را خواند، با مقتضایش عمل کرد، تمام عمر تعهد گرفته از الله متعال که را جنت داخل میکنه. این بدبخت خطالی کلمه را نگفته. چه قسم کدام تعهد گرفته؟ نگرفته. نه غیب خبر داره، نه تعهد گرفته. کلا نه این طور شده نمیتونه که این تصوری غلط این مردم داره. سنکتب ما یقول، زود است که ما نوشته کنیم و کلمه سخن زشتی از این را کی میگه، از روی کبر، از روی استهزاء، از روی مسخره گفته رایسته، این را ما ثبت میکنیم، نوت میکنیم. یک آدم در یک موقع کسی نیست استهزاء با دین میکنه. نعوذ بالله. بعضی مسلمان ها را مردم متدین استهزاء میکنه. البته میگه برو یک خنده مذاق کردم، این ثبت است.
در روز قیامت کلمات پیش میشه که تو استهزای چی را کرده بودی؟ ریشخندی بالای کدام امر کرده بودی؟ به روزه، به نماز، به احکام شعائر اسلام کدامش؟ این کلش یک حرف تو هم بی ثبت و سجل نیست. یک حرف این را چی میکنی؟ حرف، بلکه اراده و تصمیمت که در قلب دور میخوره به الله متعال معلوم است. و نمد له من العذاب، زیاد میسازیم به این طور شخص از عذاب، مدا به زیاد کردن. چرا که مردکه نه تنها انکار کرده بلکه حکم الله را مورد استهزاء قرار داده. و نرثه ما یقول، به میراث میبریم آن چیزی را که یقولی میگه. و یاتینا فردا، ایخو میگه که اونجا مال و اولاد قطمه میباشه، غلط میگه. اولادش الله میگه ما میراث به میراث میگیریم. چی رقم به میراث؟ امی عاص ابن وائل 2 بچه داشت، هر دوش مسلمان شد. و این بشارت و خوش خبری برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد. این زحمت و رنج برای کی شد؟ امی عاص ابن وائل. این گفت که اونجا مال اولاد از ما باشه. الله میگه اونجا مال اولاد از تو نیست. اولادت چی میشه؟ مسلمان میشه. و تو خودت یاتینا، میایه بر ما فردا تنها دست خالی، هیچ چیزی مقتت نیست. و اتخذوا من دون الله آلهة، جور کردن بغیر از الله متعال، جور کردن نیستن، حقیقت خو نیست، خو یاد جور کردن غیر از الله متعال آلهة، معبودا را که وارا عبادت میکنه. چرا؟ علتی جور کردن معبودای دیگه چیست؟ لیکون لهم عزا، که شو برازیا سبب عزتشان، که برازیا عزت حاصل شود توسط او معبودا. این اعمال مشرکین است الله در کتاب خود بیان میکنه. امروز مسلمانای ما قبرها را سجدگاه جور کرده، محل تواف جور کرده، محل حاجت خواهی و مشکل کشایی جور کرده، ملنگا در اونجا خو کرده، لنگرا روان است. چرا؟ به خاطر که اینمی عقیده را داره که سبب عزت ما شوه، پیش الله متعال ما را نزدیک بسازه. خیر مشرک و امروز مسلمانی که همی کارا میکنه با هم چی تفاوت و فرق داره؟ ملای بدبختی ما میخیزه چی میگه؟ یا آیتا در مورد مشرکین مکه است. تو اگر هم کاری از مشرک مکه کرده تو همی کاری غلط میکنی. تو را الله چی خیشی قطعت داره، لیازی تا میکنه. پیش الله متعال ذات معتبر نیست، پیش الله متعال عقیده و عمل معتبر است. عقیده و عمل اگر توست، اگر زحمت است، از محمود است. خوب از خوب، بد از بد، این فرق نمیشه. بلکه یه هشدارایی که قرآن میکنه برای تو میکنه. قرآن کتاب قصه نیست که عطای مردم برات بیان کنه. ایره برای تو میگه که مرد که آگاه شو، اگر تو همین کار میکنی به می سرنوشت تو مبتلا میشی. قرآن به می خاطر آمده. ملاها مردم فریب میده، میگی در مورد یهود است، این در مورد نصاراست، این مورد عجیب است. تحریف در کتاب الله میکنه. کتاب الله برای ما آمده یا برای یهود نصارا؟ کتاب الله برای ما آمده، ما را آگاه میسازه. اینمی قسم است. امروز اونمو درگاه ها را نعوذ بالله سبب عزت خود گردانیده. بجای از اینکه عبادت الله را بکنه، در مسجد الله بروه، در مسجد الله بروه، به نام الله نظر کنه، به نام الله خیرات کنه، صدقات کنه، به نام بگوی پیرا و به نام قبرا کرده را ایستن. چرا؟ به خاطر از اینکه بر ما عزت حاصل شود. امی مفکوری غلط کفار بود، مشرکین مکه بود، الله یاد میکنه. امروز هم مردم هم قسم عقیده داره، میگه خودی ما خیلی گناهگار هستیم، بالکل به الله روبرو شده نمیتونیم. خب تو که عقیده داری که به الله روبرو شده نمیتونی، خیلی چطور قطع از او به امرای الله روبرو میشی؟ زوری از او سری الله زیاد است. الله مجبور میشه که او را ببینه. الله خو میخواست که تو را خوب عذاب بده، لیکن او هست حالی تو را نجات میده. حالی زوری الله زیاد شد، زوری شفاعت کننده، زوری شفاعت کننده زیاد میشه. کلا نه، کدام تصوری که یاد داره، کدام مفکوره بالکل غلط است، بالکل نادرست است. سیکفرون بعبادتهم، همون چیزایی که ذریعه عزت برای خود قرار داده، بالعکس اونمو دشمن جور میشه، اونمو یکی از دیگه انکار میکنه، یکی دیگر را چی؟ شایدی میده که مرا عبادت نکردم. سیکفرون بعبادتهم، زود است که انکار بکنه اما معبودایی که عبادتایش کرده از عبادتشان انکار بکنه. و یکونون علیهم ضدا، میشون امی معبودا بالای امی عابدین ضدا مخالف جور میشه. میگه نه شما بدبخت بودی ما را تباه کرده، آمده به ما سجده کرده، ما خدا فکر کردیم که یک پوهو هستیم. اگر شما برای ما سجده نمیکردید، در پای ما نمیفتید، ما این قدر مغرور و کبر پیدا نمیکردیم.
باعث کبر و بدبختی ما شما شده که آستانه ما را محکم گرفته و ما را میگفته که هر چی هستی توستی، هر نیکبختی ما از طرف توست، از جانب توست. از او خاطر وا دیگه اینه چیستا امو کی را میگه فلانی را سٹنگ بگو در کالا جای نمیشه، امو تور بگو خلاص وای تور کردن. الم تر ان ارسلنا شیاطین، باعث از این اعمال چی است؟ از کجا پیدا میشه که اینقدر نعوذ بالله واره سبب عزت خود میدانه اما روز قیامت یکی به دیگه زد است. الم تر تو نمیبینی یعنی علم برات حاصل نیست ان ارسلنا الشیاطین که ما روان میکنیم شیطانا را برای امتحان علی الکافرین بالای کفار تعوذهم که برانگیخته میسازه شور میده حرکت میده یاره به طرف کفر و معاصی عزا به حرکت دادن خوبی کارای بده به نظرشون خوب معرفی میکنه در دلی از یا غالب میشه شیطانا برای ازوا چی میکنه حرکت میده. الله میگه شیطانا را روان میکنم چرا امتحان میکنم بنده مرا که آیا فرمان ملکوتی مرا عقیده داره و باور داره یا وسوسه های شیطانی را کدام میشه این تابعداری کدام میکنه. من براتون گفته بودم که در مسجد ها مردم بیرون استاد است انواع گناه ها میکنه کس به کسی چیزی نمیگه. زمانی که سنت پیغمبر در داخل مسجد انجام داده میشه هر ریش سفید از هر طرف چی میشه بگوی مرگی میگیره شه.